دوستان، امیدوارم خوب باشید. امروز میخوام یه غذای ساده چینی درست کنم که خیلی مقوی و سالم هم هست. با خرد کردن پیاز شروع میکنیم و به ترتیب و گوشت مرغمون. مرغ بهتره که سینه باشه. پیازا خلالی باشه خوشگل تر میشه. ترتیب سفتی گیاه ها باید پوست بکنیم و تفتشون بدیم. هویج مقدار سفت‌تر از کدوه، از هویج شروع میکنیم. پوست کندیم و با رنده درشت عمودی میگیریم که خلالاش بلندتر بشه، اینجوری خوشگل‌تر. هویج رو اضافه میکنیم. میریم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی رو بعضی دوستان از این چیپس های خلالی که بیرون هست آماده استفاده میکنن. میتونین اونم استفاده کنین، ولی خب سیب زمینی تازه باشه مسلما بهتره. اینم با خلال درشت رنده میکنیم. این رو خالی میکنیم، اضافه میکنیم. این حجمی که ما داریم امروز درست میکنیم میشه غذای سبک برای 4 نفر تقریبا. میریم سراغ کدو سبز. خب اینجا نمک رو هم اضافه میکنیم. سیب زمینی نمک میطلبه تو این مرحله. و کدو رو اضافه میکنیم. فقط دوستان یه مورد که باید توجه کنید اینه که ما چون آخر سر به این غذا سس سویا اضافه میکنیم و سس هم شوره، حواستون باشه که یا نمک اضافه نکنید برای کسایی که مشکل دارن فشار و اینا، یا خیلی کم اضافه کنید. نواری باید خرد کنید.
جابونه گندمه که احتیاجی به خورد کردن نداره. این بقیه سبزیجاتمون به همین اندازه هست. هر میزانی که دوست دارید. چینی ها که فکر نمی کنم ادویه دیگه‌ای بهت بزنن، منطقه چون ما طبعمون فرق داره با اونا. اینو مواد غذایی که امروز استفاده کردیم بیشتر از این طبع سرد دارن. من خودم یه مقدار گل محمدی بهش اضافه کنم، طعمش هم خوب میشه. سس سویامون تقریبا یه رو 20 دقیقه که بخار فرد بشه مرغاش هم بپذیره. این غذای امروز ما اگر درست کردین امیدوارم خوشتون بیاد و سابسکرایب